انتقاد شدید مردم افغانستان از فرهاد دریا و آریانا سعید. آریانا سعید و فرهاد دریا پول‌های جمع‌آوری شده برای مردم هرات را چی کردند؟ آیا با واقعیت آریانا سعید و فرهاد دریا این خانه ها را برای مردم هرات ساختند؟ من در این ویدیو پیرامون امین و آزاد خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نام شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان، همیشه کارهای خیراندیش خود را برای مردم افغانستان ادامه داده است. بعد از وقوع زلزله مرگبار در ولایت زیبای هرات و کشته شدن بیش از 30,000 افغان در این حادثه مرگبار، آریانا سعید با فرهاد دریا جمع‌آوری پول به طور آنلاین از سرتاسر جهان در راه انداختند. پول جمع‌آوری شده توسط آریانا سعید و فرهاد دریا بیشتر از $100,000 آمریکایی بوده است. روز قبل تصاویر ساخته شده از خانه‌های در هرات به نشر رسیده است که از پول آریانا سعید و فرهاد دریا ساخته شده است. این خانه‌ها به شکل ابتدایی و بدون هیچ نوع امکانات ساخته شده است که مورد انتقاد شدید طرفداران و علاقمندان این دو هنرمند قرار گرفته است، ولی تاکنون آریانا سعید و فرهاد دریا جوابی برای انتقادات شدید مردم نداده هستند. این همه در حالی است که تمامی چهره‌های شناخته شده افغانستان از جمله حفیظ محمدی و بعضی تیک تاکران افغانی پول‌های بیشماری به نام کمک برای مردم هرات از سرتاسر جهان جمع کردند، ولی تا هنوز معلوم نیست پول‌های جمع‌آوری شده و کدام راه به مصرف رسیده است. من هم آرزو دارم روزی افغانستانم خودکفا شود و خداوند لایزال تمامی مسلمانان جهان را از آفات زمینی و آسمانی به دور داشته باشد. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فرهاد دریا و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.